بینای خوابگاه آموزگاران است، اما ساختمانش از بی‌مبلغی ایستاده است. آن را با پول مردم می‌سازند و حالا دیگر بودجه آنها برای مبلغ گذاری چنین عمارت نمی‌رسد. همین سال گذشته این همه جای خوابی را مثلا خوابگاه درست که نداشتن، مثلا خلق با یاری خودش با مبلغ خودش همین 4 دیوار برداشت مثلا. دیگه هم یا سوزیا شکی همین را مثلا روشت وای کردن نتونستم پوشانه نتونستم. رمضان از ناحیه شمس‌الدین شاهین به قبادیان به خاطر زندگی بهتر آمد. امید داشت امسال از اجاره نشینی می رهد. بعد 4 سال فراق 2 فرزند و همسرش را از شمس‌الدین شاهین به اینجا می آورد. هر روز با نظاره وضع این ساختمان امیدش کمتر می شود. مبلغ نیست و زورمون نرست به پوشاندن. یعنی که امسال هم اجاره میشنید؟ امسال هم اجاره میشنید. بله. رمضان در مکتب رقم 59 دهه رودکلی ناحیه قبادیان استاد فنی صنعت تصویری است. او با 7 نفر آموزگار جوان از نواحی اطراف شهر کلاب به اینجا آمده است. جماعت ما مردم بسیار خیلی 4 وقت مشغول می باشد. ای ناحیه های دورتر خیلی من رشت و مومنابات و بدخشان و آمادگی معلومات برای آمادگی که خیلی متخصص نمیرسد. خونه را التماس کردیم اجاره‌اش دادیم. عوض آدینایف 32 سال دارد و با 4 فرزندش در این خانه اجاره نشین است. 3 سال پیش از ناحیه واسه آمد. میخواست صاحب زمین شود و خانه بسازد. اکنون چند سال است در همین منزل ناتیار با اجاره پولی 100 سامانی زندگی میکند. ما را وعده ها کردن که زمین میتیم. ما را نکردن بس که 4 سال ارزم نیستیم که ما اون کس بدون نمیرسیم. بر طبق قرار حکومت به آموزگاران جوان باید قطعه زمین برای ساختن خانه استقامتی جدا شود. اما چند سال باز عریضه آموزگاران جوان مکتب رقم 59 دهه رودکل به بررسی است. خیلی از اون مشقت های چقدر اومده میگذارم. مثلا ما خودم همجا اون کسالی شدیم رسیدم شدم. سلامتیم خوب نیست. عوض 1000 سامانی معاش میگیرد. فصل سرما نیز نزدیک است اما نمیداند چه کند. با این پول تهیه غذا نماید، انگشت یا لباس گرم برای فرزندانش بخرد یا پول برق و اجاره را بپردازد. با این پرسش که زندگی چون میگذرد حالا پاسخش این است. هر روزگاری ما همین دیگر. عوض میگوید اگر کمک مردم ده نمی بود نمیدانست چی میکرد. حکومت به او قرض با امتیاز و زمین برای کشت و خانه وعده کرده است. اما او زمین برای ساختمان خانه ندارد. زمین خیلی تامین کردن با شرایط هستون لیکن این دهه رودکل لیکن فوند ما نیسته. یک وقتش 1 هکتار جدا شده لیکن وقت وقتش تقسیم کرده و کرده دادگی 2013 سال. آینده ممکن ما مکتب قطع حکومت می میبریم ممکن لیمیت ممکن جدا میکنه. این آینده کدام وقت است فقط رئیس میداند. میگوید ممکن است به حکومت مراجعت کنند. عجیب، چرا تا این وقت این کار را نکردند؟ اما زندگی آموزگاران دهه رودکل آنقدر بیرنگ نیست. تحولات خاص خود را دارد. احمد آموزگار فنی زبان انگلیسی در نور محمد 2 روز باز از خانه اجاره به این منزل کوچیده است و خرسند است. بعد 4 سال صاحب این گوشه شد. چند پولی معاشش را که به اجاره می رفت می تواند اکنون پس انداز کند. در خانه های مردم زندگی میکردیم. نه 2 شبانه روز میشه که نمی خونه با طریق حشر با همکارو با همین یاردم همین آموزگارا و خوانندگان همین خانه ساختیم نه زندگی کردیم درم. حالا دیگر در زندگی نور محمد صحیفه تازه باز شده است و میخواهد که آن فال نیک باشد. بختی انور در قیاس با همکارانش آمد کرد. در سال اولی کاری در این بنا که مسجد سابق است جای یافت. از اجاره پولی خلاص شد. برای خوابگاه ما 4 آموزگار زندگی در چه خانه و 4 نفرم. تا 900 سامانی معاش میگیرد و 600 سامانی از آن را با اویلش به ناحیه مؤمن آباد میفرستد. میگوید مقامات با او منزل و زمین وعده کرده است. امید میکنیم که مثل دیگر آموزگاران دهه رودکل اجرای این وعده ها را تا 4 سال انتظار نمی شود.